اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و اصلی و نسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه، حافظ سره و مبلغ رسالاته، بشیر رحمته و نذیر نقمته، سیدنا ابی القاسم المصطفى محمد و علی آله و خیرات صحبه اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی بتقوی الله و اتباع امره و اجتناب عن نهیه و اخوفکم من عقابه. قال الله الحکیم فی محکم کتابه: ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. السلام علیکم و رحمت الله. آخرین جمعه از ماه مبارک شعبان است. پیامبر در روزهای آخر ماه شعبان دائما زمزمه می کردند: اللهم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منه. یعنی خدایا اگر در این روزهای گذشته از ماه مبارک شعبان مرا نبخشیده ای، در این چند روز باقی مانده مرا مشمول رحمت و بخشش خودت قرار بده. خدا را قسم می دهیم به حق این ماه عزیز و به حق پیامبر عزیزش که ما را مشمول مغفرت و بخشش خودش قرار بدهد و پاک و مطهر وارد ماه مبارک رمضان بفرماید. در روایت از رسول اکرم صلوات الله علیه اجمعین این ماه پیامبر اکرم و ماه رحمت و مغفرت نامگذاری شده است. متاسفانه به خاطر گسترش و شیوع ویروس و بیماری ریوی کووید 19 بخشی از توفیقاتی که در ماه شعبان می توانستیم از آن برخوردار باشیم، مانند شرکت در مراسم‌های معنوی و حضور در عبادتگاه‌ها و مساجد را از دست دادیم. بسیاری به همین مناسبت سوالاتی از این نمونه می‌پرسند: مگر حضرت پیامبر اکرم و دیگر اولیاء الهی برای ارزش‌های دینی جان خود را به خطر نینداختند و چه بسا در راه حفظ ارزش‌های دینی از جان خود نگذشتند؟ مگر پیامبر اکرم در بحبوحه جنگ نماز اقامه نکردند یا اولیاء الهی در راه خدا استقامت نکردند؟ پس چرا باید مؤمنان برای حفظ سلامت خود از پاسداشت شعائر الهی و شرکت در نماز جمعه یا دعاها صرف نظر کنند؟ در حقیقت این سوال پرسش از اهمیت سلامت انسان از منظر دین و مخصوصاً از منظر دین اسلام است. آیا دین برای سلامت انسان جایگاهی قائل شده است؟ مسلماً پاسخ به این سوال بستگی به این دارد که آیا دین اساساً برای انسان اهمیت و احترامی قائل شده است یا نه؟ اگر پاسخ به این سوال آری باشد، اهمیت سلامت میتواند، الهیات سلامت میتواند از استحکام لازم برخوردار باشد. بر اساس قرآن کریم که مهمترین منبع برای اندیشه دینی است، خداوند به انسان کرامت و حرمت داده است و از نظر الهی انسان کرامت و حرمت دارد. در آیه‌ای که در ابتدای صحبت خدمتتون عرض کردم، آیه 70 از سوره مبارکه اسراء، خداوند فرمود: ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. به این معنا که خداوند به انسان و به بنی آدم، نه فقط به مسلمان ها یا به اهل گروه خاصی و مذهب خاصی، بلکه خداوند به همه انسان ها و بنی البشر، به همه کرامت بخشید و انسان را برتر از دیگر مخلوقات قرار داد. پس بر اساس این آیه معلوم می شود که از منظر دین انسان حرمت و کرامت دارد.
به همین خاطر میتوان از اهمیت و جایگاه سلامتی انسان هم سخن گفت، چون اگر انسان مهم است و کرامت دارد پس سلامتی او هم مهم است. ولی آیا در مقایسه میان حرمت انسان و احکام الهی مانند حج، نماز و روزه کدام یک از اهمیت بیشتری در دین اسلام برخوردار است؟ یعنی ما اگر بخوایم دو کفه بکنیم میان انسان و دیگر احکام الهی که همه اینها در نزد خدا اهمیت دارند و مهم هستند و حرمت دارند، کدام اهمیت بیشتری دارد؟ آیا انسان را میتوان قربانی احکام الهی کرد؟ آیا میتوان از انسان صرف نظر کرد؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه 162 نهج البلاغه نکته بسیار مهم و تعیین کننده ای را بیان می‌فرمایند. ان الله حرم حراما غیر مجهول. خدا حرام‌های خودش رو مشخص کرد و هیچ کدام ناشناخته نیستند. و احل حلالا غیر مدخول. و خدا واجباتی هم معین کرد که در آنها کاستی و انحراف وجود ندارد. و فضل حرمت الانسان علی الحرم کلها. اما خدا در برابر همه این، در میان همه این حرمت‌ها و احکامی که وضع کرد، حرمت انسان را فضیلت داد بر همه احکام دیگر. و فضل حرمت الانسان علی الحرم کلها. این اطلاق است، یعنی جایگاه بشر و انسان بر همه احکام دینی و شرایع الهی تقدم و امتیاز و برتری دارد. این جمله متضمن یک قاعده اساسی و یک بینش مهم در دین اسلام است که نباید انسان را در میان احکام الهی نادیده گرفت. یعنی انسان مرکز پیام الهی است. اساساً همه انبیا و همه دستورات دینی برای سعادت انسان می آید. لذا انسان مخاطب و شنونده پیام الهی است. به همین خاطر شنونده و مخاطب و کسی که هدف نزول این احکام و ارسال انبیاست از اهمیت اساسی و محوری برخوردار است. متاسفانه این قاعده مهم در فرهنگ دینی ما ناشناخته مانده و کمتر به آن و نتایج مهم الهیات آن پرداخته شده است. بر اساس فرمایش امیرالمؤمنین علی علیه السلام نه تنها انسان کرامت و حرمت دارد، بلکه در مقایسه با احکام الهی از جایگاه والاتر برخوردار است. به همین خاطر میتوان بر حفظ سلامتی انسان تأکید کرد و برای مراقبت از سلامتی انسان موقتاً برخی از تجمعات و توفیقات را به روزهای بدون خطر تأخیر انداخت. خداوند را قسم می‌دهیم که آنچه به بندگان خوب خودش در ماه مبارک شعبان عطا کرده به ما و عزیزان ما هم عطا بفرماید. خدا را قسم می‌دهیم که ما را پاک و مطهر و آمرزیده وارد ماه قرآن قرار بدهد که اگر نبخشد و نیامرزد لذت قرآن و لذت مناجاتش را نخواهیم چشید. خدایا توفیق روزه‌داری و عبادت در ماه رمضان و تلاوت قرآن را به همه ما عنایت بفرما. در آخر هم خوب است که یادی کنیم از کودکان، پدرها و مادرها و عزیزانی که در سراسر دنیا به خاطر این بیماری از بین رفتند و همچنین بستگانشان نتوانستند با آنها وداع و خداحافظی کنند. خدا را قسم می‌دهیم که به مرحومین رحمت و بخشایش و به بازماندگانشان صبر و اجر عنایت بفرماید و برای رحمت و بخشایش همه‌شان از راه‌های دور هر کسی که شنونده است همه دست به دعا برمی‌داریم و دعا می‌کنیم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.